چند تا قابلیت این دستگاه اندوسمارت مدل B رو میخوام بگم. یکی این که خب LED داره، داخل جعبه‌ش هم بدون اضافات داره، حین کار چراغش روشن میشه. 9 تا پروگرام داره، 9 تا حالت میشه تنظیم کرد که به صورت حافظه ذخیره میکنه. 4 تا حالت کاری هم داره. یه حالت یا اون مود اولی که میشه تنظیم کرد، حالت فوروارد که به صورت ثابت در جهت خط ساعتیت میچرخه. حالت دوم اتو ریورس داره که وقتی مانع جلوش ایجاد بشه ریورس میده، از فوروارد به ریورس تغییر جهت میده، وقتی که فشار برداشته بشه استاپ میکنه. حالت سوم اتو ریورسه، ولی با این تفاوت که وقتی فشار قرار بگیره مانع جلوش ایجاد بشه به صورت ریورس میچرخه، از فوروارد به ریورس تغییر جهت میده، و وقتی فشار برداشته بشه دوباره فوروارد رو ادامه میده، به صورت اتومات استاپ نمیکنه. حالت چهارم حالتی که تورک درش تعریف نمیشه، به صورت اتومات 540 درجه فوروارد میچرخه، بعد از اون 90 درجه هم ریورس میچرخه و دوباره همین سیکل رو تکرار میکنه تا وقتی استاپ کنه. توی تمام این حالت‌ها قابلیت اینو داره که چرخشش اون RPMش، سرعت چرخش RPMش تنظیم بشه، همچنین تورکش رو میتونیم تنظیم کنیم به این صورت که دکمه پروگرام که نگه داریم میتونیم این متغیر رو تغییر بدیم. یه قابلیت دیگه که این دستگاه داره که توی اندوموتورهای دیگه حداقل من ندیدم، یه دکمه اضافی طراحی شده اینجا که تو هر حالتی که داره کار میکنه دستگاه این دکمه رو که بزنیم تا وقتی که دکمه رو نگه داریم به صورت ریورس فرز رو اون فایل رو میچرخونه و این کاملا تحت کنترل پزشک هستش که تا کی میخواد این کار انجام بده و تا وقتی که دکمه فشار داده بشه کار میکنه.